در زمانهای قدیم در کشور با نام خاکاسیا جوانی شکارچی زندگی میکرد. روز هنگام شکار او در زیر درخت شاهینی را دید که مجروح است. او آن را به دست گرفته دید که بالش شکسته و به طبابت نیاز دارد. یاری ده، کمکم کن، نگذار که نابود شوم. ناگاه با آواز آدمی زاری کرد پرنده. جوان پرنده را به خیمه‌اش آورد و آب و دان داد. بال شکستش را ملهم بست و تا صحت یافتنش نگاه و بین کرد. پرنده شفا یافت. تشکر به تو انسان نیک. روزی می رسد و من پاداش نیکیت را برمی گردانم، گفت پرنده. جوان شاهین را به هوا سر داد و پرنده بالهای توانایش را پهن نموده گرد سر جوان چرخی زد و به آسمان پرید. پس از چندی جوان به شکار برآمد. شکارش برار گرفت و شکارچی با طبع خوش به خانه‌اش برگشتنی شده به ساحل دریای خروشانی نیسه آمد و دید که زورقش در جای همیشگیش نیست. به زورق او کسی جرأت نداشت که دست رساند بجز حاکم آبها. همین وقت از روی دریا غبار برخاست و به صورت پیرمرد سوختای حاکم آبها درآمد. من تو را می جویم پهلوان، با من یاری ده تا شاه باطلاق را مغلوب کنم. او از خود رفته است. آبهای کل و دریاها و چشمه های مرا افلاس می کند. آنها را به باطلاق تبدیل می دهد، گفت پیرمرد سوختای. من چگونه به تو یاری می دهم؟ حیران شد جوان. پگاه صبح دم به اینجا بیا. از روی دریا غبار نیلگون بلند می شود. این من هستم. از باطلاق باشد غبار زرد می خیزد. این شاه باطلاق. تو نشانگیری خوب هستی. فایت یافته غبار زرد را نشان گیر و تیر انداز، گفت پیرمرد. شب را جوان در ساحل دریا روز کرد. صبحگاهان از روی دریا غبار کبود رنگ بالا شد و از سوی دیگر دریا غبار زرد رنگ بالا شد و به غبار نیلگون پیچید. این محاربه بود. جوان نشان گرفته و میخواست تیر خالی کند، اما می ترسید که تیرش به پیرمرد سوختای نرسد. غبار زرد رنگ قریب بود که غالب آید. جوان زود نشان گرفت و به سوی او تیر خالی کرد. غبار زرد به غوک قورباغه بدصورت تبدیل یافت و به زمین افتاد. زمین کفید و سوراخی پدید آمد و غوک را به کامش کشید. غبار نیلگون باشد به زمین فرآمد و به پیرمرد سوختای مبدل شد. بیا با من جوانی دلاور. آفرینت. من به عوض نیکیت به تو هر چی که خواهی می دهم، گفت پیرمرد سوختای. پیرمرد در خیمه‌اش دسترخوان آراسته جوانی پهلوان را مهمانداری کرد. پگاه سحری تو زورقت را در جای همیشگیش میابی و از من 3 خواهش میکنی.
3 خواهش تو را اجرا می کنم. گفت پیرمرد سوختای. شبانگاه جوان در خیمه سوختای خوابید و از سرخی خیمه شاهین پیدا شد و پریده آمده به سر بالین او نشست. پگاه سحر سوختای به تو کمان، اسب و طلا پیشنهاد می کند، اما تو آنها را نگیر. گفت شاهین. تو بره لاغر، سگ بچه زرد و 3 نوده خیمه او را طلب کن و بگیر. صبح دمید. جوان به خانش برگشتنی شد. پیرمرد سوختای به جوان اسب‌های بادپا، کمانی اعلا و تنگه های طلا دادنی شد، اما جوان رد کرد. به من بره لاغر، سگچه زرد و 3 خیمچه خیمت را بده. گفت جوان. پیرمرد آه کشید، اما علاجی نداشت، زیرا او قول داده بود که هر چیزی که را جوان می خواهد همان را می دهد. او 3 نوده خیمش، برچه و سگچه زرد را به جوان داد و گفت سگچه را مثل گوهرک چشم احتیاط کن. جوان نوده ها را به سر کتف نهاد و برچه را به بغلش گرفت و سگچه زرد از پی او روانه شد. در نیمه راه از کجای شاهین پیدا شد و به جوان گفت وقتی به منزلت رسیدی این 3 نوده را نوک به نوک بند و در زیر آن بخواب. برچه را با ریسمان بند و با سگچه از 1 طبق خوراک بخور و او را به بغل گرفته بخواب. گفت شاهین. جوان همین طور هم کرد. او به منزلش رسید و نوده ها را بست و سگچه را به بغل گرفت و در زیر نوده ها خوابید. صبح دمید. جوان از خواب بیدار شد و دید که در بغلش سگچه نیست. در پیش او خیمه نوی سفید بود و در نزد خیمه دختر ماه روی و مشکین موی، سیاه چشم و سیاه ابروی، زیبا و دلربا، گله اسبان بادپا و شترها و گوسفندان فربه در اطراف خیمه زیبا می چرند. دخترک به جوان سلام داد. تو کیستی؟ پرسید جوان حیرت زده. من دختری یگانه پیرمرد سوختای هستم. گفت دخترک. پدرم مرا به سگچه زرد تبدیل داده بود تا تو مرا از او نخواهی. برچه لاغر این گله اسب‌ها و شتران و گوسفندها، 3 نوده خیمه پدرم، این خیمه سفید تو. گفت دخترک با تبسم. ناگاه غبار سفیدی پیدا شد و به شکل پیرمرد سوختای درآمد. ای جوان، یک شرط دارم. رست شوکان میکنیم. اگر تو مرا پیدا کنی دخترم با تو میماند. اگر من تو را یافتم دخترم را به خانه‌ام میبرم. گفت موی سفید که دخترش را دادنی نبود. اول تو مرا میابی. گفت پیرمرد و پنهان شد. جوان به فکر فرو رفت. او به دخترکی زیبا دل بسته بود و او را از دست دادن نمیخواست. من به تو یاری میدهم، نترس. گفت دخترک. در ساحل دریا 3 چنار را میبینی. چناری از همه بلندش پدرم. جوان
تبر را گرفت و به ساحل دریا رفت. او وانمود کرد که چناری از همه بلندتر را بریدنی است و تبر را برداشت و به پای چنار زدنی بود که چنار به موی سفید تبدیل یافت. تو مرا یافتی، اکنون تو پنهان شو، گفت پیرمرد. جوان به خیمه‌اش در آمد و دخترک او را به سوزن تبدیل داد و نشسته به گلدوزی در آمد. پیرمرد سوختای کافت و جوان را نیافت. همین طریق 3 مراتبه پیرمرد پنهان شد و جوان او را با کمک دخترک یافت. اما 3 مراتبه جوان پنهان شد و پیرمرد او را نیافت. تو غالب آمدی، عاقبت تن داد پیرمرد. تو به او یاری دادی؟ به دخترش روی آورد او. خیر میلش، خوشبخت شوید، دعا داد پیرمرد و جوانها را تنها گذاشت. جوان و دخترک خوش و خرسندانه با هم زندگی می کردند. آنها همدیگر را دوست می داشتند، حرمت می کردند. سال پس در عائله آنها پسرچه‌ای به دنیا آمد و از به دنیا آمدنی او از همه بیشتر بابایش پیرمرد سوختای خوشحال بود. جوان نیکوکار و نیکخواه و قوی اراده، با آنکه با همه خوبی میکرد و نیکی میکرد و جوان نیک بود، زندگی خوبی را صاحب شد.